سلام و عرض ادب دارم به محضر همه بینندگان عزیز. همچنین عرض تسلیت دارم سال روز شهادت بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را. این مصیبت بزرگ را اولا به محضر فرزند برومندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیاً به کافه مؤمنین و مسلمین عرض تسلیت میکنم. بعد از شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار برای امیرالمؤمنین سخت گذشت و این مصیبت عظما برای امیرالمؤمنین واقعا سخت بود و خوب است این مصیبت را که در امیرالمؤمنین چگونه گذشته است باید از کلام خود آقا خطبه 202 نهج البلاغه امیرالمؤمنین بیان نموده است و فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام له علیه السلام روی عنه انه قاله عند دفن سیدة النساء فاطمه علیها السلام کالمناجی به رسول الله صلی الله علیه و آله عند قبره: السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازله فی جوارک و السریعة اللحاق بک. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی الا ان فی تأسی لی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعز فلقد وسدتک فی ملحدة قبرک و فاضت بین نحری و صدر نفسک فإنا لله و انا الیه راجعون. فلقد استرجعت الودیعة و اخذت الرهینة اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد الی ان یختار الله لی دارک التي انت بها مقیم و ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی هدمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطول العهد ولم يخل منك الذکر والسلام علیکما سلام مودع لا قال ولا سئیم فإن انصرف فلا عن ملاله و ان اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرین. امیرالمؤمنین در خطبه 202 نهج البلاغه هنگام به خاک سپاری فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: در این خطبه شکوه ها از ستمکاری امت می کند. سلام بر تو ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، سلامی از طرف من دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه علیها السلام کم شده و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدم شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. پس همه ما از خداییم و به خدا باز میگردیم. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده‌داری است تا آن روزی که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردند. از فاطمه علیها السلام بپرس و احوال اندوهناک ما را از خبر گیر
و احوال اندوهناک ما را از خبرگیر که هنوز روزگار سپری نشده است و احوال اندوهناک ما را خبرگیر که هنوز روزگاری سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کننده‌ای که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلامی نمی کند. اگر از خدمت تو باز می گردم از روی خستگی نیست و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدان چه خدا صابران را وعده داده نمی باشد.